سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مهلت حبس 4 متهم اساسی در حمله تروریستی کروکوس 3 ماه تمدید شد. 3.5 سال حکم زندان تکسیران تاجیک سوراب یوسپوف برای حمله به پلیس مسکو. سویقست به جان سروزیر اسلواکیه از سوی یک شاعر از سیاست او نوروزی. آمادگی سامونیر به نخستین پرواز بین دوشنبه و تفلیس. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو روز 16 ماه سال 2024 زمان حبس پیشکی 4 عیبدار شونده اساسی در حمله خونین تروریستی روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو را 3 ماه دیگر تمدید کرد. تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر مسکو خبر داد که با قرار دادگاه نویه بسمانی همه 4 عیبدار شونده اساسی که عاملان اصلی حمله تروریستی در کروکوس دانسته میشوند، سید اکرم رجوی زاده، دلیرجان میرزایی و فریدون شمس‌الدین، تا 22 آگوست سال 2024 در حبس پیشکی باقی خواهند ماند. مهلت کنونی حبس پیشکی آنها 22 ماه به انجام میرسید. همه این 4 نفر زاده تاجیکستان بوده بر اساس ماده 205 قسم 3 بند ب کودکس جنایتی روسیه به انجام حمله تروریستی عیبدار میشوند و آنها بر اساس این بند قانون از 15 تا 20 سال زندان و یا حبس عمربات تهدید میکند. اما با در نظر داشت شماره قربانیان حمله کروکوس به احتمال غالب این 4 نفر را حکم حبس ابد خواهند داد. یادآور میشویم شام 22 مارس سال 2024 افراد مسلح قبل از کنسرت گروه موسیقی روکی پیکنیک وارد تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در کراسنogorsk شده ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر تیرباران 40 نفر کشته شده، 105 نفر دیگر در سوختاری که بعد آن فرا گرفت جان خود را از دست دادند. در عموم با اتهام مربوط به حمله تروریستی کروکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند. در پی اشتراک زادگان تاجیکستان در حمله خونین تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیکان شدیداً بد شد. هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان و در فرودگاه‌های روسیه درماندند، زیرا تفتیش آنها طولانی شد. 100 نفر از آنها از تفتیش گذشته نتوانستند به تاجیکستان اخراج کرده شدند. چنین برخورد نسبت به تاجیک‌ها باعث تنش بی‌سابقه در روابط دوشنبه و مسکو شد و حتی سفیر روسیه را به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند. این هم در حالی است که این شب روز عین اوج موسم رفتن به مهاجرت کره صبح می شود. قرار معلوم هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کره تاجیکستان به خاطر تامین روزگار به روسیه به مرد کره می روند و میلیاردها دلاری که این مهاجران به وطن می فرستند نه فقط منبع اساسی درآمد اکثر عائله‌های تاجیکستان بوده، بلکه یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این فقیرترین کشور شوروی سابق نیز دانسته می شود. مرافعه پرونده پرسر و صدای مناقشه مهاجران تاجیک و کارمندان پلیس مسکو در بازار صدوات که شام 15 دکبر سال 2023 رخ داده بود به انجام رسید. درست 5 ماه بعد این حادثه روز 15 ماه سال 2024 دادگاه نویه لوبلینوی پایتخت روسیه شهروند 22 ساله تاجیکستان سوراب خورسندوویچ یوسپوف را بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه قسم 2 ماده 318 زوراوری نسبت به نماینده دولت و ماده 319 تحقیر نماینده دولت گناهکار شناخت. تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر مسکو با نشر یک ویدیو از تالار دادگاه خبر داد که دادگاه لوبلینو سوراب یوسپوف را در مجموع به 3 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم کرده به فایده دولت 30,000 روبل جریمه بست. واکنش سوراب یوسپوف یا ادوکات و نزدیکانش به حکم دادگاه هنوز معلوم نیست، ولی روز 16 دکبر سال 2023 وقتی امین دادگاه نویه لوبلینو حکم حبس پیشکی او را برآورد، سوراب یوسپوف اتهامات به ضدش اعلان شده را کاملا رد کرده خود را بیگناه نامید. او هم وقت خود کارمندان پلیس را به بیرون رفتن از حد وکالتشان و پایمال کردن حقوق خود گناهکار کرده گفته بود. کارمندان پلیس او را با الکتروشوک چنان عذاب و عقوبت دادند که بیماری اپیلپسیش خروج کرد و او از اوش رفت. مناقشه بین کارمندان پلیس مسکو و مهاجران تاجیک که در بازار صدوات به حمایت از هموطن خود سوراب یوسپوف برخواستند در پایان سال 2023
سر و صدای زیاد به وجود آورده بود. هنگام بازداشت سهراب یوسفوف، مهاجران دیگری که در صدوات کار میکردند به حمایت از وی برخواسته کارمندان پلیس را احاطه کردند. به ادعای پلیس گویا هنگام رد و بدل با مردم کسانی از بین ازدحام بلون ماشین پلیس را کفانده است. و اما تصویر این حادثه به زبان شاهدان دیگر از فرضیه پلیس فرق میکند. مهاجران تاجیک میگویند پلیس با یک شیوه بهرمانه راننده را دستگیر کرده به بدنش الکتروشوک زد و از بس که سهراب یوسفوف بیماری اپیلپسی داشته است، از ضربه نیروی برق این بیماریش اوج گرفت و او از اوش رفت. مقامات روسیه آن وقت از این مناقشه مهاجران با پلیس در بازار صدوات تلاش کرده بودند تا یک قضیه بزرگ بسازند. وزارت کارهای داخلی روسیه الکی فردایش روز 16 دکبر خبر داد که در پی مناقشه در بازار 82 نفر دستگیر گردیده در رابطه با این حادثه بر اساس 3 ماده کودکس جنایی روسیه، ماده 213 افباشی، ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حکومت و ماده 319 تأخیر نماینده حکومت پرونده جنایی هم شدند. بنا به اطلاع دریافتی قریب همه دستگیر شده ها زادگان تاجیکستان بودند. دادگاه نهایی لوبلینو الکی روز 18 دکبر 51 نفر از دستگیر شدگان را با جرم سرپیچی از اجرای امر پلیس به حبس مأموری هم محکوم کرده حکم اخراج 22 نفر دیگر را برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه برآورد. به ضد 11 نفر دیگر بر اساس ماده 213 کودکس جنایی روسیه با اتهام میدوباشی گروهی پرونده شدند. بازار صدوات در حدود نوای لوبلینو در کنار جنوب شرقی پایتخت روسیه در پاولوی مکاد در میدان 40 هکتار جایگیر شده است. با بیش از 8000 مغازش بزرگترین بازار شهر مسکو و روسیه به شمار می رود. در بازار صدوات صدها زاده تاجیکستان کار می کنند. روز 15 می سال 2024 به جان وزیر اسلواکیا روبرت فیتسو که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پشتیبانی میکرد سویقست مسلحانه صورت گرفت. شاعر 71 ساله شهر لیویتسه در غرب این کشور یورای چنتولا که طرفدار حزب مخالف اسلواکیای پیشرفت بود به طرف فیتسو 5 تیر خالی کرد. سویقست به جان فیتسو در شهر هانلووا در 190 کیلومتری شمال و شرق براتیسلاوا پایتخت اسلواکیا صورت گرفت. فیتسو بعد انجام جلسه سیار حکومت به پیش مردمی که در نزد کوخ فرنگی هانلووا جمع شده بودند برآمد تا با آنها صحبت کند، ولی در همین لحظه صدای تیر بلند شد و الکی بعد تیر یکم سروزیر به زمین افتاد. در ویدیو اجرای حادثه دیده می شود که چگونه محافظانش فیتسو تیر خورده را به ماشین بار می کنند و پلیس نفر گمانبر در انجام سویقست را دستگیر می کند. ژورنالیستان معاین کردند که جنتولا مؤلف 3 کتاب شعر و عضو اتفاق نویسندگان اسلواکیه است. پسر یوری جنتولا به نشریه‌های اسلواکی گفت که از قصد نقشه پدرش خبر نداشت و نمیدونست که پدرش درباره چی میاندیشید، چه نقشه کشیده بود و این همه چرا و چگونه رخ داد. او افزود که پدرش سلاح قانونی داشت. وزیر کارهای داخلی اسلواکیا ماتوس سوتی استوک خبر داد که معلومات اولیه به انگیزه های سیاسی سویقست تاکید میکند. در اینترنت شهر خود یورای چنتولا را نیز که میگوید فیتسو را برای آن پروند که به سیاست حکومت روزی نیست. فیتسو از سر سینه و شکمش چند تیر خورد و او را با چرخبال به بیمارستان شهر بانساکا بیستریتسه انتقال دادند. رسانه‌های اسلواکی خبر دادند که فیتسو را جراحی کردند و جراحی خوب گذشت و حالت فیتسو معتدل شده است. معاون سروزیر اسلواکیا توماش تریبا در برنامه مستقیم BBC گفت چاره‌های اندیشیده طبیبان کار داد و به حیات فیتسو دیگر خطری وجود ندارد. رهبران جهان از جمله پرزیدنت امریکا و روسیه و اوکراین، رهبران اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن و دبیر کل سازمان ملل سویقست به جان سروزیر اسلواکیا را محکوم کردند. روبرت فیتسو 59 ساله رهبر حزب خودش ساخته پاپولیست چپگرا به نام سمت حرکت به دموکرات اجتماعی بوده در تیر ماه سال 2023 با شعارهای ضد امریکا و به طرفداری از پوتین انتخابات را برید و سروزیر شد. در جریان کارسازی انتخاباتیش فیتسو وعده داده بود که دیگر به اوکراین یک تیر نمیدهد. حکومت قبلی اسلواکیا از متحدان نزدیکترین اوکراین بود و به پول به اوکراین اسلحه میداد و 10,000 اوکراینی را در قلمروش پناه داده بود. بعد رسیدن به قدرت فیتسو به وعده‌اش عمل کرد و کمک‌های غربی به اوکراین را قطع کرد و گفت از این به بعد اسلواکیا به اوکراین تنها یاری‌های بشری میرساند. فیتسو بر این است که تامین اوکراین با سلاح باعث ادامه خونریزی می شود و اوکراین باید به خاطر صلح
ولایت‌های اشغال شده را به روسیه بدهد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی سومون ایر در همبستگی با شرکت چپت فروشی فلایتیجی از عزمش برای افتتاح خط سیر مستقیم دوشنبه تفلیس خبر داد. پرواز نخستین از دوشنبه به پایتخت گرجستان سانه 22 مای سال 2024 صورت میگیرد و من بعد پروازها هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه توسط هواپیماهای بوینگ 737-800 و بوینگ 737-900 انجام داده می شوند. وقتی پرواز از دوشنبه ساعت 9:00 دقیقه از تفلیس ساعت 12:40 دقیقه به وقت محلی مقرر شده است. برای اندازه این خط سیر شهروندان هر دو کشور امکان پیدا میکنند که برای خود باز یک کشور زیبا و همیشه سبز را گشوده با تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های همدیگر آشنا شوند. گرجستان در کوهستان قفقاز و قسمت غربیش در ساحل بحر سیاه جایگیر شده است. هنوز در دوران شوروی یکی از سمت‌های عمده سیاحی و استراحت برای شهروندان جمهوری‌های اتحاد شوروی به شمار می‌رفت. گرجستان در سال‌های اخیر همچنین به یک نقطه مهم ترانزیتی در راه انتقال ماشین‌های دست دو از کشورهای غرب از امریکا به تاجیکستان تبدیل یافته است. آمادگی به انجام نخستین پرواز بین دوشنبه و تفلیس در حالی است که در پایان ماه مارت در پی حمله تروریستی کراکوس گروه شهروندان تاجیکستان از جمله ژورنالیست انوشیروان آریپو و همسرش را به مرز گرجستان راه دادند. سومون ایر اینک 5 سال باز یگانه کشور فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سومون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان، ازبکستان و به شهرهای گوناگون روسیه پروازها انجام می دهد. هنرپیشه شایسته تاجیکستان، رامشگر ممتاز، آهنگساز شناخته، استاد سازهای ملی تاجیک احمدجان محمدیف روز 16 مای سال 2024 در سن 75 از عالم چشم پوشید. در این باره آوازخوان شناخته فرقت سیدزاده در فیسبوک خبر داد. درباره علت مرگ آوازخوان، مطرب و آهنگساز معروف چیزی گفته نشده است. احمدجان محمدیف 12 فوریه سال 1949 در دهه تربت نوح عیسی به دنیا آمده. سال 1967 آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه و سال 1971 رشته سازهای ملی دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام شفچنکا را ختم کرده است. احمدجان محمدیف به یک قطار کشورهای خارجی هندوستان، افغانستان، ایران، پاکستان، هلند، ژاپن، بلژیم، استرالیا، قطر، امریکا سفرهای هنری انجام داده. برای خدمت‌های پربارش در ترغیب رشد موسیقی با افتخارنامه‌ها و سال 1999 با نشان علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان و عنوان افتخاری هنرپیشه شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. مرکز مطبوعات کمیته اتحاد فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 15 مای سال 2024 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه یک نورس 13 ساله ساکن ایسار در آب دریای خانقا غرق شد. در نتیجه راه‌اندازی کارهای جستجویی و نجات از جانب کارمندان شعبه حالتهای فوق‌العاده شهر ایسار همراه با ساکنان محلی جسد این نورس ساعت 6 صبح روز 16 مای سال 2024 یک کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه پیدا گردیده و به مقامات دخل‌دار سپرده شد. تفصیلات دیگر حادثه آورده نشده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار اندوه و تسلیت به خانواده این نورس ففتیده بار دیگر به پدران و مادران مراجعت کرده است که کودکان و نورسان را تنها به ساحل‌های آب روانه کنند و آنها را به نظارت نگذارند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده طی سال 2020 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شده بودند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.